امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هیئت راهبری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در شهر دوشنبه تغییرات کادری عملی نمودند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد سعید عبیداللهیف از وظیفه رئیس شهر دوشنبه آزاد کرده شد. با فرمانهای پرزیدنت مملکت رستم امامعلی از وظیفه دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا آزاد و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مطابق ماده 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی رسولوف اشوربک رحمت اللهیویچ را از وظیفه معاون اول رئیس شهر دوشنبه، سمد شکربک دادخواهیویچ را از وظیفه معاون رئیس شهر دوشنبه، مقصودزاده شهرت را از وظیفه معاون رئیس شهر دوشنبه، حکیمزاده نظام حاجی را از وظیفه معاون رئیس شهر دوشنبه جهت آزاد گردیدن رازگی دادند. با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زویدزاده محمد سعید محمود از وظیفه دیرکتور دیرکسیا اوید به ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده برای تعیین به وظیفه معاون اول رئیس شهر دوشنبه رازگی داده شد. نظیرمتزاده بختیار با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از وظیفه مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل اقتصادی معینی موسومه با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده فعالیت خود را من بعد به حیث معاونان رئیس شهر دوشنبه ادامه خواهند داد. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای به وظیفه معاون رئیس شهر دوشنبه تعیین گردیدن سعیدزاده قربان تغی و جمعه‌زاده فروخ تورقل رازگی دادند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علیزاده سعید نوردین اکرم از وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه، قربانوف علمخان جمیلویچ از وظیفه رئیس ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه و سیامردزاده سعید امیر از وظیفه رئیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با سبب به کار دیگر گذاشتنشان آزاد کرده شدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلیمزاده نصرت الله فیض الله از وظیفه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد و اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه تعیین گردید. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سمی شریف حمید از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیریاب شونده نیروگاه برقی آبی راغون آزاد و با فرمان پرزیدنت مملکت اجرا کننده رئیس ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه تعیین کرده شد. همچنین با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حکیمزاده نظام حاجی اجرا کننده رئیس ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تعیین گردید. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عالمزاده نسیم خواجه از وظیفه معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد و با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. همچنین با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان جعفرов نوروز جنیداللهیویچ از وظیفه معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد گردید. در ادامه تغییرات کادری سردار دولت با امر خود رجبعلی سیدولیزاده را دیرکتور دیرکسیا اوید به ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودند. همه کادرهایی که به وظیفه‌های راهبری و مسئول شهر دوشنبه تعیین گردیدند جوان و کارآزموده دانندگان زبان خارجی بوده در فعالیت خود در ساحه‌های گوناگون درجه بلند کسبیت ملکه خوبی راهبری نشان داده در جامعه صاحب آبرو و احترام گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از همه آنهایی که امروز مسئولیت راهبری را در زینه‌های گوناگون حکومت محلی در شهر دوشنبه به ذمه گرفتند طلب نمودند که در چهارچوبه قانون، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش‌هایی که از پیام پرزیدنت جمهوری به مجلس عالی مملکت برمی‌آیند فعالیت تمام شاخه‌های حکومت دولتی را در شهر و ناحیه‌های پایتخت باز هم پرزور نموده با دست و دل و نیت پاک در خدمت مردم باشند. صداقت به وطن، خدمت صافدلانه به مردم، زحمت به خاطر آبادی و سرسبزی پایتخت مملکت شهر دوشنبه، تأمینات اهالی با نقلیات، گرمی، نیروی برق و دیگر نیازمندی‌های مورد اول مردم از وظیفه‌های اساسی هر یک راهبر به حساب رفته. باید در این سمت نظارت جدی و مسئولیت بلند احساس نماید. تأکید نمود راهبر دولت در فرجام ملاقات.